سلام. امروز میخوایم در مورد پیدایش عکاسی در جهان صحبت کنیم که ببینیم مثلا عکاسی چجوری به وجود اومد. که اول یه اتاقک تاریک بود، یعنی اختراع اتاقک تاریک. اول میخوایم بدونیم که اتاقک تاریک چی بوده. تو سالهای پایانی سده 18 و سالهای آغازین سده 19 پدیده‌های گوناگون علمی، اختراعات و اکتشافات بسیاری به جهانیان معرفی شده بود. کشتی بخار، تلگراف، چراغ‌های روشنایی با گاز، راه آهن و عکاسی از جمله این پدیده‌ست. عکاسی تو اروپا متولد شد و در آمریکا و دیگر کشورهای جهان به تکامل رسید. اولین عکاس، اولین شخصی که تو جهان عکاسی انجام داد ژوزف میسورنیپس بوده، افسر بازنشسته ارتش فرانسه که پس از مدت‌ها تلاش و تحقیق تونست رو سال 1826 میلادی نخستین عکس دنیا رو به ثبت برسونه. اختراع عکاسی اما پیشینه بسیاری در تلاش و پژوهش‌های دانشمندان و هنرمندان سده‌های پیشین داره. اتاقک تاریک که به انگلیسی میشه کامرا اوبسکیورا از زمانهای بسیار دور شناخته شده بود، یعنی تو قرن 11 میلادی. حسن ابن هیثم که بخوایم در مورد حسن ابن هیثم بگیم، اسم کاملش ابو علی حسن ابن هیثم که 1040 تا 965 میلادی بوده که در جهان علمی غرب با نام الحسن و بزرگترین فیزیکدان و ریاضیدان شناخته شده. همچنین آثاری در فلسفه هم داره. او در کتاب المناظر اصطلاح که البیت المزامع هست، اسمش که دقیقاً با ترکیب لاتینی، یعنی اسم